тарона ошиқонаҳо боз ҳам аз мавҷи зебои Азия плюс ба хотири хушнудаи шумо азизони дили дида соати дуюми барномаи Парвоз 107 шарики барномаи мо албатта XL аст ки нерӯ ва тавоноиро аз ин мегирем ва ҳамроҳи мо ҳастанд дар студияи Азия плюс нафарони беҳтарин, нафароне ки дар ҳақиқат бо имидж, санъат, ҳунар, истеъдоди худ ба афкори мардум таъсири худро расонидаанд ва ҳамешагӣ атрофи худ мухлисони беҳтаринро доранд. Азизи дили дидаи мо бонуи саҳна, ҳунарманди хушсадои тоҷик Шабнами Собирӣ, эшонро хуш омадед мегӯям ба Азия плюс ва истиқбол мегирем. خوش آمدید شبنم عزیز، از دیدارتان بسیار شاد هستیم و همراهی شبنم عزیز دل دیده ما اونه که پیوسته با شبنم نزدیکتر هستند، قرین هستند و سبب همه موفقیت ها و دستاوردهای شبنم عزیز دل دیده ما هستند انسانی بهترین اونه که در شو بیزنس هم موقع خاصه خود را دارد و برای معرفی بهترین کلیپ ها و بهترین ها البته سهم میگذارند و اینچنین راوی خوب هم هستند. این نفر بسیار برنامه عجیب دارند و آشپزی خوب هم هستند لیکن نچشیدگی هستم تمامشون رو. انسانی مهم از همه انسانی بهترین، انسانی خوب، منصور نعمتوف، از دیدارتون بسیار شاد هستیم. خیلی خوشحال هستیم. شما چقدر شدگید؟ شما رو یافتید و شما این کس رو یافتید؟ هم دیگر رو یافتیم. کجا بود اونجا اولین بار که به یاد بیاریم؟ کجا بود؟ اگر چقدر شدگید؟ کانسر بود. در کانسر؟ کانسر دیگه خجومی. آها، سالی چند بود؟ 2009. 2009 آشنایی پیدا کرده. بهترین. خب زندگی چطور است شبنم با منصور نعمتوف زندگی کردن؟ شکر نه سوز. بهترین زندگی دارم. بهترین فرزند دارم. خدا بشکر. در خانه در زندگی شمایان خاصتا در کاری خانه چه خیلی هستید؟ در کاری خانه منصور جان بگه. فعال هستم. هر سری صبح میخزن از پشت کار خانه هستن. خانه به درجه 5 اعلی تازگی هم هست، هم فرزندم تازه است. شکرانه خدا. به فکرم از همون قانون گندری مخصوصا در خاندان شما 100% رعایت میشود. این خیلی مثال فرق ندارد که شبنم اگر بند باشد شما خوراک پخته میگیرید. نه خب برای خوراک پزی البته نه چون میپزونه که بسیارتر که فرزندو خوراک من نمیتونم خوراک پخته. خوراکی داره که فرزندو داره پزن فرزندو که داده که چون دیگه ما خود که نمیپزن. شما پسند دیگه؟ وقتی که مخلصه خود من هستم فرزندو به مخلص هستم. چه یاد گرفتید؟ چه شدگی است که اینا مهر و محبتتون نسبت خوراک پزی و خیلی زیاد؟ پیش راستی گپ دوست می‌داشتم پختن شو. همین راستی گپ استا که کار کردم. راستی گپ یکم بارم وقتی که آشپز پختم 3 بار سوزوندم، نه 4 بار یاد گرفتم. از خاطر من حاضر من رولیک رو میبینم مثلا تمام پخته استفاده همین آدم حواسش میاد همین خورده در اومده از در اکران همین خیلی پاداش کردن که خیلی همین خیلی در این اگر که پاداش در رستوران ها کردن شاید که چیزی که من از برای که بسیار آدم میگن که ریسپتوش هم میمونید در اینستاگرام، ما برای که تلگرام و کار گذاشتم ایمینا برایم ریسپتو میشم، برایم در اینستاگرام نموندم ریسپتوشه. بعد شخصانی که میخوان دوست میدارن کار بعد میدارن اینستاگرام میگیرن ریسپتوشه. در حقیقت خب نسبت صنعت شبنم چی نظر دارید؟ مثلا قبلا شما همچون مخلص بودید؟ نه من مخلص نبودم. من در اون وقت کانسر خیلی بسیار کانسر موندم. من در اون کانسر شناخته شدم. نمیشناختم. نه نمیشناختم. در کانسر شناخته شدم. راستی در اون وقت کانسر در کاخ جمعی بود. 21 مرد نبوده 23 مرد روزی نوروزی بود در همونجا وا خوردیم. باری اول نه پیش از وا خورده بودیم در همون کانسر بعد پیدا شد چیزی. دل بهترین. خب سمتشون چگونه است؟ چگونه نظر دارید مثلا همچون شنونده خیلی حرکت میکنه، آوازش خوبه، گفتی یک گوشخراش نیست، در دل مخلصانش نزدیکه. هم یک چیزی هست که مینوسش هست که با مخلصانش صحبت نمیکنه. از زمین رادیو هم خیلی جا گرفته میگره. باری اول است که در رادیو هستن یکونی مبارک هستن. برای همی هستن همین خوب هم قچی داره دیگه تمام.
دوستان عزیز شنوندگان گرامی قدر نفرانی که پیوسته با ازی پلیوس هستید هیچگاه خسته نباشید این نوبت اطرافی ترانه اخیرانه که اینچنین با کلیپش تماشا کردین درباره بچه مردم صحبت میکنیم ایزانی دیده خب شبنم زیبا میگفتید که همین ترانه چگونه پدید اومد چقدر انتخاب شد کی به شما پیشنهاد کرد راستی گپ یک بچه هک خطا نکنم شاعره مدت یک سال با ما آهنگ روان میکرد راستی ما انتخاب نمیکردم نه نشید اپا جان خیلی یک آهنگ ما را بخون برای شما توفه میکنم نه نشید بعدن یک سال گذشت بعد یک 3-4 سرود دیگر روان کرد اپا جان یک بار دیگه ببین اگر خیلی معقولت نشوه گفت خیلی بعد راستی کب همی قشات خوشه گندم معقولم شد وقتی که روان کردن بله متنش هم بود تکستش بود کانتا بود خوندگی بودم بله هم متنش هم کانتا خوندگی تیار بود بعد گفتم که دودر جان همی ماده فورید بعد خرسان شد گفت هرچی اپا جانه قنات برابر بگید خیلی در همی دل ما همی سرود جوشید باور میکنین همی سرود ما عاشق شدم بعد ما باوری داشتم که وقتی که همی سرود سخت در دل همی آدمیزاد خودش جا میشوه ما فکر میکنم مردم هم ناز قبول میکنم ما باور داشتم ای همی سرود که همی سرودی ما مشهور میشوه بعدن آهنگ بعد فهمیدم راستی من نمیدونستم که آهنگ خسرو امانقلوف دوداری نگینه امانقلوف راستی که من نمیدونستم این سرود خواندم تاشکند رفتم کلیپ کردم وقتی که کلیپ برآوردن شدیم راستی منصور جان گفت آهنگ که گفتم نمیدونم خیلی راستی نمیدونستم او بچه هم نامش ما نمیدونستم بعد این کلیپ برآوردیم مردم ناز قبول کرد بعد نگینه بانو با من نویست شبنم جان چه خشم ناز رحمت گفتم و گفت چما نامی دوداری مرا ننویسته راستی ما هم نمیدونستم که آهنگ دوداری ما بده با گفتم نگینه جان با خدا قسم من نمیدونستم که آهنگ دوداری شماه بعدم با یک ستوریز کردم سلام مخلصان عزیزم این آهنگ خسرو امانقلوف است بعد مردم فهمید که فکر کردن که آهنگ زای فامیلیش چی بود زای بسیاری صنعتکارا پرسیدن که شبنم جان آهنگ که ارانجировка که مقصد نمیدونستم چی بگم بعدی که من فهمیدم که آهنگ خسرو بعد مردم ده گفتم فهموندم که مقصد آهنگ فلانیه بعد کلیپ در جمهوری ازبکستان شهری تاشکند برداری کرده شد چه لحظه ها بود دشوار لحظه های اولی دمار غم دودکی ستاپ نشد اصلا بله یک کادر باور میکنین شما چند بار ثبت کردگیم در او کلیپ ما جنگ هم شدگیم عصبانی هم شدگیم خیلی ساعت های 9 سهر بود تا چه بگم تو ساعت چند ده 11 شب مونده شدم افکار شدم راستی در خدمون وقتی که کلیپ میکنن آسانه همگی 2-3 ساعت در تاشکند دشواره این همه قوی کلیپ رو خودی همه آدم ها ساخته بودن خودشون نفر که نوارو برداری کرد بسیارتای ایده ما بود باید همه خشن بله اکتیوران رو خودتون انتخاب کرده اکتیورا ما هم خفه موندم بعدا چون امو اکتیورا رو انتخاب کردن ایدهش ایده ما هر دو کلیپ ها ایده خدمه بهترین بله ایده های زیاد ما رو سیگاب کلیپ هم در خدم ایده منصور جان میدونه ما هیچ کار نمیمونم ایده چون فکر کردن میگم نه چیزی که ما میخوام هوای میشه بهترین خب دیگر برای میگذاریم با اطراف این سرود در نصیبم مرچی که باشی تب و از متلاشی میرسم اما با مرادم با
این از دویدهای بهترینی بود که در حقیقت کلی مخلصان رو باز هم با وجد آورد. خب چگونه صورت گرفت؟ عیناً مخصوص با شبنمی سریا سرود خواندن، دویت خواندن. منصور جان گپ زنه خوبتر میشه. خب برای انتخاب منصور توفای منصور جان منصور جان باید گپ زنه. یک هم خیلی بود اپا هم گفته بود اپا شبنمی سریا بهترین یک شخصیتی هست که اپا ندونه که مثل اپا بیاد سختش دوست میدونه خودش میدونه. ما هم خشید که گفت که من یک دویت میخونم گفتی اولایت شبنم جان که یک دویت میخونم. گفت منصور در کنسرت خودم برآمد میکنه. خراستی گفت انتخاب بهت قیم بود. انتخاب سرود برای شبنم سریا برای خواندن و سرودی که بر دو آهنگ یافتن که بر دو آواز توغری گیره ریتم توغری گیره. راستی گفت عذاب کشیدیم در تاجیکستان نشد. بعد راستی گفت که شوکت در برآمدیم از تاشکند آرنجروفچی که شوکت گفتم یا آهنگی در کورکی آهنگ باید در کنسرت همین رنگ راکت شاو. گفت که منصور گفت ما میکنم. گفت خیر راستی گفت تو کنسرت قریب یک مامان دوجه آهنگ روی کرد. آهنگو نمیدونم کدومش اینجوری 4 تا رخت انتخاب بسیار روی میکنه. انتخاب کردن خیلی است. بعد روی کرد و بعد چشتم گفت که خیلی سخنرانی نوشتم و که ارزوی صفر پیش اومده. گفت که ارزو نوشتیم. راستی که ارزو یکم سخن نویس. این سخنی که از گوش دارن این یکم سخنش نویس. بعد چند کس دیگه روی کردن سرود نمیدونم در اونجا کی سعودی هوا بوده که گفت نه نمیشه سخنا بزبان توغری نمیگن. این سخن راستی که این سخن پالی نول کردن. بعد ما زیق شدیم راستی که بشه وقت 15 روز مونده. جا شبنم سرودای خودش داوده و لیباسای خودش چقدر کنسرت و 2 روز کنسرت در امفی‌تئاتر. بعد من گفتم که شبنم گفتم که با فیلم سرودم تو کنسرت اسپید نمیکنیم. خیلی زیق هم از زیقیم راستی که بود. این سرود ما همون روزی که پگو کنسرت بود همون روز شب و شب ما ثبت کرده. بعد ایستادم بعدم که اکی روز گفتم باید استادم بعد گفتم اپا گفتم یک گپ گفتم همین سخن در معقوله. گفت در معقوله سخن. گفتم ها این خان برفتن پیش فراد زکریف رفتن دیگه سوره یک همون شای سر کنسرت ساعت 2 شب خواندن همه را تیار کردن. سر کلی سرود را روی کردن که برای گوش کردن که بینن کجا در کنسرت خواندم که ریال نه هیچ شد. ریال نه مردم خوشو قبولش کرد همه جا پر شده. همین سرودی که بود که انتخابی خطا نبوده میگی نه که این آرنجروفکا شوکت کرده همه سخن وایشم آهنگشم هم خودش کرده سخن که ارزوی صفر شوکت این شوکت عمرو نه من فهمیدم شده میدونم نام شوکت دیگه سمرقنده بچه بله شوکت عمرو بس بسیار آهنگای جذاب میسازن خاصتا در شبنمی سریا هم ساخته گردن بهترین. بعداً 2-3 شب ثبت شد سر گوش کرده بله در کنسرت رفتم. من وقتی که باری اول گوش کرده بودم در حقیقت میدونید یک بار گوش نکردم 3 4 5 6 همه خیلی رقصیده ایستاده و در همین سرود همین خیلی موسیقی هاش هم جالب سخناش هم وای 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 عجیب در حقیقت. دوستان عزیز شنوندگان گرامی قدر ترانه زیبا و دلنشین رو با صدای دو شبنم عزیز دل دیدمون گوش کردیم که در حقیقت از ترانه‌های بهترین دلشوب و خیلی زیبا بود. سرپرستی برنامه ما این XL انرژی است که در حقیقت نیرو و توانایی رو برای من و شما هدیه میکند. XL رو منوشید زیر سرپوشکی سرخی اون شتریخ کد است xlenergy.asia منویسید. در اونجا باید شما رجیستراسیون کنید نام و نسب رقم تلفن و آن همین شتریخ کد که زیر سرپوشک است روان میکنید و شما اشتراکچی اکسیا میشوید. ماشین قیمت بها در آخر ماه دکبر جمع بست میگردد. ماشین قیمت بها رو به دست آوردن ممکن و هر هفته 3 تلفنی اولی رو به دست میآورد در پیام‌های افری XL انرژی تاجیکستان و XL منشم نیرو میگیریم تراوت میگیریم. با شما پیشنهاد مهمانان ازیمو البته نیرو گرفته ایستاده. بله بهترین خیلی خوشحال هستم. خب شبنم عزیز اولین ایجادات شما کی آغاز گردیده بود؟ اولین ایجادات که سر کرده بودید کدام سرودها بودن اون وقت؟ اولین برآمد ما خطا نکنم در فیلارمونیای دولتی بود. کدام سرود بود؟ کدام سرود اصلا همون وقت من میدونم یک تا سرودتون رو بسیار دوست می‌داشتم. من بچه بودم. شما میدونین که بگین که کدام؟ یک بار گویید کنی همون سرود است یا نه؟ اولین سرود من روسیگاب سرود
این دلی نه بیا جان شیرینم بود بیا جان شیرینم دوست می‌دارم یافتید یا ترسا اولین سرودی من بهترین همون وقت شما منصور نعمتوف رو جستجو می‌کردید ای ما در حقیقت مایده چه بودم همین سرود رو دوست می‌داشتم بیا در مکتب ها رقص می‌کردیم و رقص می‌کردن دخترها وقتی که من سرود بخشش وقتی که من سرود برآوردم کلیپ کردم برآوردم بعد در خونه منصور جان کلیپ ما را تماشا داشته بعد مادرش از نگاه منصور جان مادرش حس کرده که همی دختر همی بچه ماده محقول شد ما راستی قطعی منصور جان و نخورده بودیم گپ نزده بودیم او چشم مادرش همه چی بگم حس کرده که منصور جان در شبنم محبت پیدا کرده بله با خواستگاری اومده خواستگاری اومده محیط اویلویش مو چخیل هست نه خواستگاری نه اومده راستی گپ منصور جان اویلادور بود ما راستی گپ همکاری میکردیم ما در اویلای منصور جان راستی کارم نداشتم خم خیلی شد که همدیگر محبت پیدا کردیم همدیگر را دوست داشتیم ستاره به ستاره موافق بله موافق اومد راستی اپای شبنم میگفت مرا همچون ایروی حرمت لیکن هر دمون یک ویم یک سال بله یک ساله هم خیلی اپای شبنم هم خیلی کلندرم هم میکرد رکلامم خوب میکرد راستی گفت ما میگفتم چند سال شد میگفت هیچی نشید میگفتم چی باید ما قیمم میگیره بچه خوب ده هر کجای برای پول میگیره چی با پول نمیگیره این راستی هم در دلش شبنامه کجا کرده ما بی خبر خیلی بدن هم خیلی عاشق ما شدیم رفتیم بعد یکمی با چی ما خصلتای منصور جان نه خصلتای منصور جان برای ما چی خصلتش معقول شد راستی گپ در پول چیز دنیایی نیست مقصد همین منصور جان هر باری که من در کنسرت برآمد میکردم منصور جان اما همیشه فقط گلدسته توفه میکرد چه بگم کارای رمانتیکی میکرد رمانتیک بودنشون بیشتر بهش مقصد همه خیلی بله البته همه خیلی راستی گپ دلی ما را یافت تا حاضر میکنه خدا بشکر 3 تا فرزند دارم تا حاضر همه وایش هسته مهربانی و رمانتیکی و سورپریز بله تا حاضر هسته بله فرزندان تو چی نام دارن؟ دختری کلانیم سمیه جان بچم محمد جان مایدکیم صفیه جان خیلی ناز 3 تا فرزند خدا بشکر دارم در حقیقت خب روحی صنعت دشوار هستن بسیار مشکلی ها دارد وقتی که شوهر داره بهت دشواره لیکن من همه صنعت من دوست میدارم منصور جان راستی گپ پیش زید نبود آزیرا زیده نمیخواهد صنعتی مرا لیکن نمیتونم من دوست میدارم صنعت من کار من دوست میدارم کودکی شما در کجا گذشتگی است؟ کودکی من در خونه اوجم نه در شهر دوشنبه بوده یا در بله البته من در همین از اول در شهر دوشنبه بوده بله یکم رودم در تولد شدگیم در همین شهر دوشنبه کلون شدگیم بسیاری میگن بعد همین یک برنامه برآمد کرده بودم برنامه بهردین بود گاوجوشی بعد همین کامنتاری خمیشه میخونی ای قشلق اومده یخ چد خمیکنه ما دختر قشلق نیستم ما همیشه در تولد شدم کلون شدم ما راستی گپ باری اول بود که ما همونجا گوه جوشدگیم یکم برو چیزی که بود او از مثال ای تحت دیل گپو برامدگی ای ترس برامدگی لیکن مردمی ما
فکر میکنن که ما برعکس میکنیم همین کارو را چیزی که را نمیتونم آزر زیق نشده دگون کامنتاری های آزی نه نه زیق نمیشه قرار نمیکنه برای که امی گپ میزدگیش گپ میزده به همین خاطر من رو افتاده نمیشم خوب باشیم یگان چه هیچ خوب باشیم میگند گندم باشی میگند به همین خاطر مردم دهنش جمع کرده نمیشه مهم اویلای خوشبخت داره بله منصور نگمتوف برین یک نفر در پهلویتان فرزندان هستند زندگی آباد پدر مادر همه نزدیکان مخلصانی بهترین هستند به خاطر آنها باید که بله ایجاد کرد یک ماده بسیار دشواره خیلی خدا بشکر در تربیه 3 فرزندم در مادری سخت است اکه چه بفهمون مادری سخت نیست مادری با خوب زبان شیرین قطعی گپ میزنم جهل با فرزندانت خیلی یک جنگ نمیشم بچه ما 10 سر میبروید 10 شب میاد چه ما جنگ نکنم کم لیک من نمیزنم فرزندم دلم نمیشه اگر ما با دو جنگم بکنم روز کب میشین با گریه میکنم میگم میبخشین مادری که از فرزندانش باز بخشش میپرسه بله بخشش میپرسم منصور نگمتوف نسبتی دخترکانتون دختر فرزندهایتون چقدر نظر دارید محبتتون با کدومشون بیشتر است با پسر میشه بسیاری ها با پسر میگم پسر باشد نه من از اکنونش از الله هزاران شکر میکنم که فقط سلامتیشون باشن مهری من و هر سش برابره روسیه من برابرانه دوست میدارم برابرانه نگاه میکنم در یک سال اگر 3 درجه نمیشه شکرانه خدا هر یک درجه یکتاش 3 بوری قالب میشه ده نگه که سومالی امروز درجه داره زش 3 کس درجه داره هر سش میره پدرک خری بعد این پدرک گرفتم با این درجه داره میگه این پدرک درجه ما گرفت یک مود رفته در درجه نه ما یگان تاشم ای جدونا میکنم بودا کما هر چیزی میگن حرکت میکنم برای امکان که هم کارشون بود کنم نه نگوشم تام کلمه نه نمیگوشم خاک میشه مومنتی که وقتی میشه که باید نگویده هم وقت او نه کی شکرانه خدا سر پران بچه خوب انداخته گودک بچه میبره دیر میبه گندگی میکنه خاک وقت عصبی میکنه اون خاک فرزند که ما میگه که چه مرا میگه که خدا ساز نبوده هم خدا برابر خدا میگه خاک میگه فرزند جنگ خدا شکرانه خدا خیلی سازم حاضر شما رو مردم همچون بلوگر بیشتر شناخته ایستادن چطور شد که به این چیز وارد شده چی شما رو تلقین کرد چی شما رو مثال جلب کرد به این کاری بلوگری راستی من سال 2013 وقتی که از دنیای شو بیزنس خودم دور کردم بسیار ما یک مکتبی که خواندیم در همینجا اومدن ما سرتیفیکات دادن و یا ما را گفتن که شما باید دیجیتال گذارید اینترنت گذارید در اینترنت رو سر کار کنید بعد راستی گفت که چون میدونن اپی پرنا روری بود ما اومدم گفتم که بیا اینترنت گذارین گفتن که نصیب میگذارین با ما اینترنت راستی گذاشتیم ما برای که ما دیدیم که در درون رادیو بودن در تلویزیون بودن کم مشکل تر است در هر چیزی که میخوای با در درون خانه چورکوجا کار بود کنی درون اینترنت چه سوابود نبوده برنامه میکرد صحبت میکرد آسان‌تر بود بعد خیلی 2014 15 وجه که خیست وجه دیدیم که مردم در اینترنت فهمیده است بود وقت ما مردم همش ملاگین بودن بعد ملاگین برو اومدن در کلاسی که چسبیدن در اینستاگرام کم بود روز با روز رفت که دیدیم که سوای خوب است سوای بهترین است و ما حساب خدمت بلوگران نمیکنم در مورد بلوگران هستن هم از دوستان ما بلوگر هستم حساب نمیکنم ایرا در همه برنامه گفتگی که ما بلوگر نیستم ما اگه بلوگم پیش میبرم صفحه‌ام پیش میبرم من با خودم پروسه خوبیه که اینترنت آدمو که نزدیک بودن من بسیار در صفحه‌ام آدمایی که در صفحه ما هستن که ما هم صحبت میشن من بسیار کارشون میگن که اگه مسئولان کار خطا کردن چیکار من بسیار تا روز کنسولتات سمیتی من خیلی در صفحه ما بسیار هستم هم کار پیش بردن که بعد 2017 18 بود جورام دوستمون که رفیق بود اولوبک بود مجیدوف که همی گردوش ایکار موند به خاطر همین من صفحه روکا دابراتیوی کردم که با یک نیازمند یاردم دادن همین سبب همون بچه‌ش همون که مزبورش جمع کرد که اسپید نکردیم او را اینجا روی کردن همون اسپید نکرد بعد همون پولی که جمع شد ما با فرزندانش خانه خریدیم و هر یک آدمایی که پول آوردن نام نویس کرد دستی مادرش دادیم که پگه که فرزندان تنام شد در حق همین آدما داد بعد همین دیگه رفت همین بلوگ آدما دستگیری بعد در وقت کرونا ویروس
که وقت شد هم خراف و دیگه دریم اینترنت هم موندم راستی گفت خاک اینترنت از سر بسیار وقت ساعتم اینترنت هم میگذارم الان خاک مو یکم روی باد کردیم فقط روی راست کردی آدم را سواد میتیم میگم این خیلی خطا میگه بلوگر است که اون کاری خطا میکنه میگم ویدیو نکردالید که یک ویدیو سوستار که یا تربیت شود برای کس پیشروی شود در حقیقت همان کارهای خیریه که شما گذراننده ایستادید باعث احسان است. من از نام کلی مردمی که ما رو شنیده ایستادند و جمله مردمی که نفع شمایان به آنها رسید البته عرض سپاس میکنم که این اقدام رو پیش گرفته با مردم رسانیده حق و حلال باز هم با مردمی که اذیت دیدن واقعا هم رسانیدن این کاری سهل نیست. در حقیقت باعث احسان است و بعدا همون تخمی که بیروغم پختید با چی شد؟ شبنم خوردید همون تخم رو شما؟ نه راستی گپ نه نخوردم نخورده بیروغم بشه اما راستی گپ وقتی که بیروغم کردم در تا کامنتر کامنتر هر یک مرد که در اینستاگرام از زندش نتیجه انا مشیده که انا مشیده باور که اسمال فیسبوک دور اومدم یا من امیت ندونم فیسبوک قیمت داده نبودم پرت دادم در فیسبوک میدارم یا چرا 5000 کامنتر ما گفتم خطا دیدیست چه اینترنت چسب ابناد میگم ریال نمیدارم دارم درون فقط زنش نتویت کرده که اینا بیروغان بشه تخم پخته که شما بگه نمیشه بگه بعد دیگه گفتم خیر نه این سگ چیزی که با مردم ما بسیار روسیه میشه من کی پخته ما خیلی شد یکمی بار در فکرم نبود که من بیروغم باید تخم پزم این خیلی فکر نداشتم شخصا خودی من نمیدونم فکر نداشتم حتی دیدم منصور نگمتوف تخم بیروغم پخته گفتم بیتون بچه‌ها بپزیم کنم اشاره با ما خوش رو چه پخته گرفته گفتم بیر نپزیم بیروغم کنه چه خیلی پخته ما عجایب با مزهش چه خیلی مزهش بیروغم 100% یکم مانا پروسا مردمی غریب زور قبول کرد گفت که اگه منصور باگون چمورا از این بنازی که از میبره کاکلت کردیم از مانتاژ کردیم همین کاکلت از گوشت اگه من چه فرق به گوشت نداره بشه کاکلت گریچکا کتی پختگی من کاکلت میخوره فکر میگه گوشت دوراده ریال نگوشته خلاص اکی شمش برای مردم غریب خوب است میبینن اکانوم میکنن در روغن اکانوم کردن بعد روغن فروشو بسیار نزدیک که مسئول خنده که روغنش کرده بهترین منصور جان بهترین پاوره راستی گپ در تمام طربخانه بخرم اگر راستی ما فکر میکنم رنگ منصور چه پخته نمیتونه باور کنین خاک یک امروز بپزی بیار بخرم بعد میفهمم در حقیقت من همه عاشق همه تمام ها شدگی هستم یک روز البته مهمان میشم در حقیقت بسیار همسایه بله من البته میروم منصور نگمتوف تک 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 در حقیقت لیکن فایده آور در حقیقت من بسیار خرسند شدم چون که ما تجربه کرده هم دیدیم شکلی نمودی همان مثل عادی تمام پخته میتونیم که هم خیلی خوریم نه خوشرو کرده بادام و پومیدور و دیگر چیزا که خوشرو چک کرده دیکارات میکنه هست همین بسیار آدم دارم در اینستاگرام نه اینستاگرام نسخه شد که ممکن تماشا میکنن در یوتیوب و در رادیو گوش کردن بسیار آدم گفتن اکا منصور امو کجالا مجالا شد من اول گفتگی بودم که اول در تلگرام طرز درست پختن شده وقتی که همین تخم که میکفونم او جوش بود او جوش یخش خنک مونده با میگه همین او جوش دست اوجه همون آستا میریزی یک بار نمیریزی رنگ چه روغن دم میپاته برای روغن گرادوس که بالانده و تیز جام میکنه در جا خوشرو میپازه در او آستا هوی میگی تو زردیش آستا سفیدی شو کرد بعد اخیر زردیش میپرده برای میگی و شکلی خوشرو شود شکل گرد چای خوشرو میشود تمام کرد سلامت باشید دوستان عزیز شنوندگان گرامی قدر شما صحبت گرم میمونه ما رو با شبنامه صابری و منصور نگمتوف شنیده ایستاده ایزانی ما رو بار دیگر خوش آمدید میگیم با عجب پلیوس و اینجا یک ترانه مخصوص رو از شبنامه عزیز دل دیده امان گوش میکنیم با صدای زنده طلب همین است البته خیلی از سرود مخصوصی ما بچه جون تبو کردم برای بچه های گرم که روزای نزدیک بازم یک ترانه نو باوری دارم که این ترانه رم باید خوب قبول کنن بله
یارو میلوی واره سنم اشاره داره دلی بیکنه او کشته دشمنی ماره خوشت خوشه ی گندم بچه جان تا بگردم دل ما بر تو فروختم نگردی مال مردم شبنمی بابای آفرین اینقدر صدایتون خوشرو راستی گپ شما به کمتر موسیقی خونیدم خوشرو است سلامت باشین صدایتون خودش موسیقی دارد کمتر صدایم چی بگم هوا گرم و خنک شد راستی دینا یک کلیپ نو ثبت کردیم کمتر هوای سفیداره خنود بود در سفید عرب بله بله وقتی که محیط کمتر اقلیم کمتر دیگر خیلی میشه خیلی زود تاثیر میرسه بله بله صدایتون خسته نباشد شبنم عزیز از دیدارتون بسیار شاد شدیم تشکر زیاد منصور نگماتов سلامت باشید برای خاکساریتون دست میبرداریم سلامت باشید و شما نفرانی هستید که در جمعیت ما بسیار برای اهل جامعه ما سهم گذاشتید برای زندگیشان برای پیشبرد حیاتشان یک راه نشان دادید و البته در روز خورسندی مردم خدمت کردید برای همه خورسندی بخشیدید و البته ما فخر میکنیم مهم انسان‌های خوب و بهترین ما هستید سلامت باشید دوستان عزیز شو برنامه پرواز در همین جا به انجام میرسد سرپرستی ما XL است و من بودم با شما مهربان زاکری همراه ما مهمانان عالی قدر ما عزیزان ما منصور نگماتov و شبنمی صابری بودند تا برنامه دیگر شاد و پیروز بمانید دوستان با عجب پلیس بمانید